مرا به ویدیو دیگه ابوالفتیه خوش اومدیم بچه‌ها. امروز اومدم یه آموزش خفن بهتون بدم که احتمالا کسایی که تازه کال آف دیوتی رو نصب کردن نمیدونستم و مثل من هول میشدن که چرا اکانتشون اسمش خود به خود تغییر کرده، اصلا چطوریه، چرا اینطوری شده و چه کار کنیم. بچه ها شما آبرم که میانیم هر کاری میکنیم سی بدین اسم اکانتتون رو تغییر بدین. مثلا این یه براتون یه چیز میاره که میگه اسم اکانتتون رمزگذاری شده و دیگه کاری نمیتونین کنین، که بعد فکر میکنین اکانتتون رو هک کردن که 100% اشتباهه. بچه ها احتمالا شما اومدین داخل تنظیمات، موقعی که اومدین داخل تنظیمات اومدین اینجا، این گزینه سومیه استریم مود رو فعال کردین که باید غیر فعالش کنی و موقعی که میایم بیرون میبینین که الان اسم شما همون اسم قبلی است که الان من ابوالفضل 2012. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.